عادت‌هایی که روز به روز شما را جوان‌تر می‌کند. جوانی فقط یک عادت نیست، بلکه یک احساس، یک سبک زندگی و یک طرز فکر است. بسیاری از ما تصور می‌کنیم که با گذشت زمان شادابی و انرژیمان به طور طبیعی کاهش می‌یابد، اما حقیقت این است که عادت‌های روزانه ما نقش بسیار بزرگی در حفظ یا حتی بازگرداندن حس جوانی دارند. اگر می‌خواهید هر روز سرزنده‌تر، پر انرژی‌تر و جوان‌تر از دیروز باشید، باید روی عادت‌های تمرکز کنید که ذهن و بدن شما را تقویت می‌کنند. اولین و شاید مهمترین عادت داشتن نگرش مثبت است. ذهن ما تاثیر مستقیمی بر بدنمان دارد. وقتی مدام به مشکلات فکر میکنید، استرس و نگرانی در شما افزایش پیدا میکند و این موضوع نه تنها روحیه شما را پایین می آورد، بلکه روند پیری را نیز سرعت میبخشد. در مقابل، افرادی که روی نکات مثبت زندگی تمرکز میکنند، لبخند میزنند و قدردان لحظات کوچک هستند. معمولاً جوانتر به نظر میرسند و احساس بهتری دارند. پس هر روز چند دقیقه وقت بگذارید و به چیزهای فکر کنید که بابتشان شکرگزار هستید. عادت دوم تحرک و ورزش روزانه است. بدن انسان برای حرکت ساخته شده است. وقتی ساعتهای طولانی بدون فعالیت می نشینید، عضلات ضعیف می شوند، گردش خون کاهش می یابد و احساس خستگی بیشتر می شود. اما حتی یک پیاده روی ساده در طول روز می تواند انرژی شما را افزایش دهد، ذهنتان را شفافتر کند و حالتان را بهتر سازد. لازم نیست حتما ورزش های سنگین انجام دهید. مهم این است که بدنتان را در جریان نگه دارید. حرکات کشیشی، یوگا یا حتی رقصیدن در خانه می تواند معجزه کند. سومین عادت مهم تغذیه سالم است. آنچه می خورید مستقیما روی ظاهر و احساس شما تاثیر می گذارد. غذاهای فراآوری شده، قند زیاد و چربی های ناسالم می توانند باعث خستگی، اضافه وزن و پیری زودرس شوند. در مقابل، مصرف میوه ها، سبزیجات، مغزها و آب کافی به بدن شما کمک می کند تا سالمتر و جوانتر بمانید. سعی کنید هر روز به بدنتان مواد مغذی واقعی برسانید، چون بدن شما همان چیزی می شود که به آن می دهید. خواب کافی نیست یکی از پایه‌های اصلی جوان ماندن است. در طول خواب بدن فرصت بازسازی پیدا می کند، پوست ترمیم می شود، مغز استراحت می کند و انرژی شما برای روز بعد تامین می شود. کمبود خواب باعث ایجاد چین چروک، تیرگی زیر چشم و کاهش تمرکز می شود. بنابراین سعی کنید یک برنامه خواب منظم داشته باشید و هر شب به اندازه کافی استراحت کنید. یکی دیگر از عادت‌هایی که شما را جوان نگه می‌دارد، یادگیری مداوم است. ذهن شما هم مانند بدنتان نیاز به تمرین دارد. وقتی چیزهای جدید یاد می‌گیرد، مغز فعال می‌ماند و احساس تازگی و رشد در شما ایجاد می‌شود. می توانید یک زبان جدید یاد بگیرید، کتاب بخوانید یا مهارت جدیدی را امتحان کنید. این کار نه تنها شما را از نظر ذهنی جوان نگه می دارد، بلکه اعتماد به نفستان را نیز افزایش می دهد. ارتباطات اجتماعی سالم نیز نقش مهمی در احساس جوانی دارند. انسان موجود اجتماعی است و نیاز به ارتباط با دیگران دارد. گذراندن وقت با دوستان، خانواده یا حتی آشنایان می تواند حال روحی شما را بهبود ببخشد. خندیدن، صحبت کردن و به اشتراک گذاشتن احساسات باعث کاهش استرس و افزایش شادی می شود. سعی کنید روابطی را حفظ کنید که به شما انرژی مثبت می دهند. عادت بعدی مدیریت استرس است. استرس یکی از بزرگترین دشمنان جوانی است. وقتی دائما تحت فشار باشید، بدن شما هورمون‌های ترشح می‌کند که به مرور زمان باعث فرسودگی می‌شود. برای کنترل استرس می توانید از تکنیک‌های مثل مدیتیشن، تنفس عمیق یا نوشتن افکار استفاده کنید. حتی چند دقیقه آرامش در روز می تواند تاثیر بزرگی داشته باشد. نوشیدن آب کافی نیز بسیار مهم است. بسیاری از افراد اهمیت آب را دست کم می گیرند، در حالی که کم‌آبی می تواند باعث خستگی، خشکی پوست و کاهش تمرکز شود.
بدن شما برای عملکرد صحیح به آب نیاز دارد. سعی کنید در طول روز به طور منظم آب بنوشید تا بدنتان شاداب و پر انرژی بماند. یکی دیگری از عادتهای مهم داشتن هدف در زندگی است. افرادی که هدف دارند انگیزه بیشتری برای زندگی دارند و احساس پویایی می کنند. هدف می تواند بزرگ یا کوچک باشد. مهم این است که چیزی داشته باشید که برای آن تلاش کنید. این حس پیشرفت و حرکت شما را از درون جوان نگه می دارد. خندیدن را فراموش نکنید. خنده یکی از ساده ترین و موثرترین راه‌ها برای کاهش استرس و افزایش شادی است. وقتی می خندید بدن شما اندورفین ترشح می کند که باعث احساس خوب می شود. سعی کنید هر روز زمانی را به خندیدن اختصاص دهید، حتی اگر با دیدن یک ویدیوی طنز باشد. یکی دیگری از عادتهای مهم دوری از مقایسه است. مقایسه خود با دیگران می تواند باعث احساس ناکافی بودن و نارضایتی شود. هر فرد مسیر خاص خود را دارد و تمرکز روی پیشرفت شخصی بسیار مهمتر از رقابت با دیگران است. وقتی خودتان را همان طوری که هستید بپذیرید، احساس آرامش و رضایت بیشتری خواهید داشت. همچنان باید به سلامت پوست خود توجه کنید. پوست یکی از اولین بخش‌هایی است که نشانه‌های پیری را نشان می‌دهد. استفاده از کریم‌های مناسب، محافظت در برابر آفتاب و داشتن یک روتین مراقبتی می‌تواند به حفظ شادابی پوست کمک کند. اما مهمتر از همه سلامت درونی شماست که در ظاهر شما منعکس می‌شود. عادت بعدی زندگی در لحظه حال است. بسیاری از ما یا در گذشته گیر کرده ایم یا نگران آینده هستیم، اما تنها چیزی که واقعا وجود دارد لحظه اکنون است. وقتی یاد بگیرید در لحظه زندگی کنید، استرس شما کاهش می‌یابد و از زندگی بیشتر لذت می‌برید. کمک به دیگران نیز یکی از راه‌های احساس جوانی است. وقتی به دیگران کمک می‌کنید، احساس مفید بودن و رضایت در شما افزایش می‌یابد. این حس مثبت تاثیر زیادی بر روحیه شما دارد و باعث می شود انرژی بیشتری داشته باشید. یکی دیگر از عادتهای مهم داشتن نظم در زندگی است. وقتی برنامه مشخصی داشته باشید، استرس شما کمتر می شود و احساس کنترل بیشتری روی زندگیتان خواهید داشت. این موضوع باعث آرامش ذهنی و در نتیجه احساس جوانی بیشتر می شود. در نهایت باید یاد بگیرید که خودتان را دوست داشته باشید. خود دوستی پایه تمام عادتهای مثبت است.